روسیه روز 24 دکامبر خبر داد که 13 نفر را به مقامات تاجیکستان سپرده است. این افراد بودند که در تاجیکستان به ضد آنها پرونده های جنایتی گشوده شده است، ولی آنها از جوابگری به روسیه فرار کرده در اینجا دستگیر شدند. دادستانی کل روسیه گفت که همه این 13 نفر با رعایت معیارهای امنیتی بعد حکم قانونی گرفتن حکم استردادشان از روسیه به تاجیکستان استرداد شده به دست مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سپرده شدند. در بین 13 نفر استرداد شده از جمله دو کسیر سابق امانت بانک رحمت الله خولوف و زلفیه زیدالله و منیجر سابق شرکت مبیلی واولون ام نصیبه جلیل و رهبر سابق کارخانه سودرو محمد رحیم عظیمزاده، سترشنه قشونهای مرزبانی دولت مراد غفوروف، همچنین 4 نفر متهم به فریب دادن شهروندان و 4 نرکبران هستند. دادستانی کل روسیه روی خط این 13 نفر به تاجیکستان استرداد شده را پررنگ نشر کرد. رحمت الله خولوف به آن ابدار می شود که از ماه ینور تا دکامبر سال 2016 باعث کثیر فیلیال رقم 15 امانت بانک کار کرده با روی از خود کردن مبلغ این بانک به مبلغ 174,084 سومونی و 19,400 دلار امریکایی ضرر رسانیده است. زلفیه زیدالله و به آن ابدار می شود که باعث کثیر امین امانت بانک در سال 2015-2016 با روی ساختکاری حجت‌ها بدون خبر دادن شهروندان به نام آنها به مبلغ 1,102,408 سومونی قرض بانکی تغری کرده این مبلغ را از خود کرده به منفعت خودش صرف کرده است. محمد رحیم عظیمزاده به آن ابدار می شود که همچون مدیر جمعیت سودرو از امانت بانک با روی ساختکاری حجت‌ها گویا برای منفعل کردن راه‌ها و خریدن سوزشواری 12 میلیون سومونی قرض گرفته این پولها را به منفعت خود صرف کرده است. بهادر دیوانقلوف به آن ابدار می شود که با شریکش ماه مارت سال 2020 بیش از 70 کیلو حشیش و افیون و متامفتامین خریدند، ولی این مقدار بزرگ مواد مخدر را به سبب یک روز بعد دستگیر شدن شریکش به فروش برآوردن نتوانستند. سفرعلی نوروف که قبلا هم برای قاچاق مواد مخدر سود شده بود به آن ابدار می شود که ماه آگوست سال 2019 با شریکانش بیش از 1 کیلو هیروئین را به فروش زده است. شمیل اوتنبیکوف نیز به آن ابدار می شود که در ناحیه شهرتوز مقدار بزرگ هیروئین را خریده است. ماشین پر از مواد مخدر آنها را در راه به دوشنبه دستگیر کردند، ولی اوتنبیکوف و شریکانش توانستند فرار کنند. عبدالواحد منگلبویف به آن ابدار می شود که ماه مارت سال 2019 با بهانه فروختن مال و ملک 80,000 سومونی پول یک جبر دیده را تصرف کرده است. بختیار جلالوف به آن ابدار می شود که باعث رئیس خواجگی دهقانی حسین بوی در ناحیه اشت قطعه های زمین را به ساکنان غیر قانونی تقسیم کرده به جبر دیده ها به مبلغ بیش از 24,000 سومونی ضرر رسانیده است. نصیبه جلیلووا به آن ابدار می شود که در دوره کارش باعث منیجر شعبه مارکتینگ و تحلیل شرکت مبیلی واولون ام با مصلحت پیشکی برابر شرکت نقش جهان پولهای برای خدمت رسانی به مشتریان نقش جهان جدا شده را از خود کرده، همچنین از ماه اکتبر سال 2017 تا آگوست 2018 به مبلغ بیش از 5 میلیون سومونی صاحبکاری غیر قانونی کرده است. دولت مراد غفوروف سرشنه قسم نظامی 0308 قشونهای مرزبانی تاجیکستان به آن ابدار می شود که 16 دکامبر سال 2019 به قسم نظامی حاضر نشده از قلمرو تاجیکستان فرار کرده است. عثمان علی برهانوف به آن ابدار می شود که ماه اپریل سال 2018 با روی فریب و سوء استفاده از باوری 79,500 سومونی پول یک شهروند را از خود کرده است. محمد جان شریپوف به آن ابدار می شود که ماه ایون سال 2018 در شهر خوجند با مصلحت پیشکی با شخصان دیگر با بهانه جدا کرده دادن قطعه زمین برای ساختمان کتیج از یک ساکن 65,000 سومونی گرفته او را فریب داده است. حبیب الله یلداشف به آن ابدار می شود که تابستان سال 2019 با روی فریب پولهای 4 شهروند را به مبلغ 100,000 سومونی و 105,000 دلار گرفته به آنها ضرر بزرگ مالیوی رسانیده است.